گرگلی چرا؟ آقا جان باز من چیکار کردم؟ بگو ببینم چرا این خانم دکتره رو از دست دادی؟ آقا جان اولا که من از دست داد، دوم اینکه من فقط بهش گفتم چرا دکتر زنان مامایی داریم ولی دکتر مردان بابایی نداریم. فکر کنم فمینیستی چیزی بود. آره. خب بس رو عوض می‌کردی یه کار دیگه می‌کرد. خب منم همین کارو کردم. برگشتم بهش گفتم اگه یه نفر آلزایمر داشته باشه بعد فراموش کنی که آلزایمر داره، آلزایمرش از بین میره. پزشک و قدیم اینا فکر کنم با تقلب اومدن بالا. من برم نیش بخورم مریض نشم. گرگلی چرا؟ آقا جان باز من چیکار کردم؟ بگو ببینم چرا این خانم دکتره رو از دست دادی؟ آقا جان اولا که من از دست داد، دوم اینکه من فقط بهش گفتم چرا دکتر زنان مامایی داریم ولی دکتر مردان بابایی نداریم. فکر کنم فمینیستی چیزی بود. آره. خب بس رو عوض می‌کردی یه کار دیگه می‌کرد. خب منم همین کارو کردم. برگشتم بهش گفتم اگه یه نفر آلزایمر داشته باشه بعد فراموش کنی که آلزایمر داره، آلزایمرش از بین میره. پزشک و